چراهای شدید امنیتی، شهر نیمه‌خالی و لغو سفر به روشن. برخی از ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان بازدید رئیس جمهور را از منطقه چنین تصویر کردند، چیزی که رسانه‌های دولتی درباره‌اش گپ نمی‌زنند. امامعلی رحمان طبق نقشه از 15 تا 18 اوگوست امسال به چند گوشه بدخشان از جمله به شهر خاروق سفر کرد. این سفر اولین پرزیدنت پس از حادثه‌های خونین ماه می سال 2022 در ناحیه روشن و خاروق بود. سفر مذکور به بدخشان چی تفاوت و چی پیام داشت؟ برای دریافت تفصیلات بیشتر همکارم میرزا نبی خالقزاد به استودیو دعوت شده است. میرزا نبی، بعضی از رسانه‌ها با توجه به سفر امامعلی رحمان به بدخشان آن را غیر عادی نامیدند، اما خبرگزاری‌های دولتی تاجیکستان آن را مقرری خواندند. این سفر چی ویژگی‌ها داشت؟ سلام زرنگیز، سلام بینندگان گرامی. رئیس جمهوری تاجیکستان در این سفر چون همیشه چندی از انشاءات نو را کشاد که از حساب صاحبکاران و یا سرمایه‌های دولتی برای کارمندان نهادهای حفظ حقوق و بیوجتی ساختند. در هر ناحیه با ساکنان به گفته مقامات فعال که بیشتر از رئیس جمهوری و نمایندگان حکومت ستایش می‌کردند نیز واخورده است. در نظر اول سفر امامعلی رحمان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان بسیار مهم بود، چون پس از یک سال حادثه‌های خونین در روشن و خاروق صورت گرفت. هنگام سرکوب اعتراض ساکنان در ماه می و ایون سال 2022 کمش 34 نفر کشته شد و ده‌ها کس بازداشت و به مهلت‌های دراز زندانی شدند. اما اشتراکداران واخوری با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان میگویند وی در سخنرانی خود از دستاوردهای حکومتش در این ولایت در 30 سال اخیر گپ زده به حادثه‌های سال گذشته اشاره نکرده است. رئیس جمهور وعده رشد من بعده ولایت را داده است. این است. ولی به هر حال ویژگی‌های نیز بودند یا نه؟ سوالی اساسی این است میرزا نبی. ببینید، چندی از ساکنان ولایت روز 21 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی سفر امامعلی رحمان را به منطقه به طور گوناگون تفسیر کردند. مثلا یک روزنامه‌نگار محلی به ما گفت پیشتر فقط یک گروه از مردم شاید آمدن او را خوش نداشتند، ولی اکثریت صمیمانه پیشواز می‌گرفتند. امسال در خاروق، روشن و ناحیه‌های راشقله روحی یگانه حاکم بود. سببش حادثه‌های خونین سال گذشته و دولتی شدن بعضی از انشاءات وابسته به بنیاد آقاخان است که ما در رابطه به این گزارشات داده بودیم. به قبل مصاحبه رادیو آزادی در ناحیه‌های ونج و درواز که در حادثه‌های اخیر زیان ندیدند و با کوشش وزیر صنعت واخوری طبق عنعنه خوب گذشته است، اما چاره‌های سخت بی‌خطری بیانگر آن بودند که از امنیت پرزیدنت سخت خواطر بودند. و افزود که یک روز پیش از رسیدن پرزیدنت تمام اداره و دکان و بازار و راه‌ها را در خاروق بستند. در شهر آوازه پخش شد که زنان روشن قصد دارند با لباس سیاه به پیشواز پرزیدنت برآیند و ناراضگی خود را ابراز کنند. مصاحبه ما می‌افزاید نمی‌داند این حقیقت بود یا نه، اما سفر پرزیدنت به ناحیه روشن بیکار کرده شد. ولی یک منبع آگاه در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان سر و صدا را درباره نقشه نمایش اعتراضی در روشن رد کرده گفت سفر رئیس جمهور به چند موضع به دلیل وضع سلامتیش بیکار شده است. این مصاحبه ما همچنین گفت طبق نقشه رئیس جمهوری باید 9 جای را میدید ولی همگی به 4 جای رفته است. انشاءات باقی مانده را به جای او اعضای هیئت از دوشنبه کشاندند و گفته وی در عموم سفر آرامانه گذشته است، هرچند خفی آن بود که در راشقله یا در خاروق به سبب حادثه‌های سال پیش هنگام ملاقات با فعالان حالت غیر چشم داشت به وقوع بیاید، اما هیچ کدام از این حالت صورت نگرفت، همش زیر نظارت بود، افزود این منبع ما. تشکر. بینندگان ارجمند، همکارمان میرزا نبی خالقزاد درباره سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان تفصیلات داد. معلومات بیشتر را در این باره شما می توانید در سامانه آزادی پیدا کنید.